از بین بردن تو نبودم که. بله آقای علیزاده، ببینید ما با 7 اکتبر و طوفان الاقصی پولی رو از چراغ در آوردیم که یا باید تا ته این داستان رو بریم یا چنان عقوبتی برای ما در همین دنیا صهیونیست‌ها رقم خواهند زد که در تاریخ بنویسن. حالا ممکنه بعضیا بر من خورده بگیرن بگن داره اغراق میکنه، بزرگنمایی میکنه، اشکال نداره. شما یا نباید به هماوردی رژیم صهیونیستی و نتانیاهو میرفتید یا اگر رفتید ته خط ماجرا رو باید برید و چون نرفتید نتانیاهو به جای شما تا ته خط ماجرا رو خواهد رفت. در این ذره تردید نکنید. نتانیاهو به خاطر شخصیت به شدت آنتاگونیستی که داره که شما بهتر از من مفهومش رو میفهمید چون تو ادبیات چپ کاملا تبیین شده، به خاطر اون خصلت‌های به شدت ایدئولوژیک و فاشیستی و تربیت خانوادگیش و شخصیت به شدت ستیزجویی که داره، مطلقا این پرونده رو تا انتها رها نخواهد کرد مگر اینکه درس عبرتی به ایران بدهد که برای همیشه در تاریخ بنویسند که دیگر کسی جرأت و جسارت جنگ راه انداختن علیه اسرائیل رو از مخیلش برای همیشه دور بود. لذا وضعیت ما الان همون وضعیتی که حضرت امیر بارها شاید گفتم تو برنامه ثریا جای دیگه گفتم اینجا هم شاید گفتم الان بازم تکرار میکنم. حضرت امیر در نهج البلاغه سفارشی به امام حسن مجتبی علیه السلام داره، به ایشون میفرماید که آغازگر مبارزه نباش. این مبارزه در فرهنگ عرب منظورش اینه که شما وقتی جنگ رو می‌خواستن شروع بکنن اول 2 تا پهلوان، 2 تا قهرمان 2 تا لشکر می اومدن، یک نفر می اومد از لشکر مقابل همتراز خودش، همقد خودش رو به مبارزه دعوت میکرد. مثل جنگ خندق، عمرو بن عبدود بزرگترین پهلوان عرب اومد از بین مسلمان‌ها همقد و قواره خودش رو به مبارزه طلبید و در نهایت حضرت امیر به مبارزه رفت و او رو شکست داد. حضرت میگه تو آغازگر این مبارزه نباش، یعنی تو نرو وسط اولین نفر تو بری به مبارزه دعوت بکنی. اما اگر کسی آمد و تو رو به مبارزه دعوت کرد دعوتش رو اصلا رد نکن، حتما به مبارزش بشتاب. چرا؟ اون کسی که تو رو دعوت به مبارزه کرده باقیه و باقی شکست خواهد. وضعیت ما الان دقیقاً وضعیت همین روایت حضرت امیره. ما به مبارزه دعوت شدیم و وارد این مبارزه شدیم. حالا وسط این مبارزه داریم سپر رو میندازیم، شمشیر رو میندازیم، زره ها از تن داریم در میاریم، میگیم آقا خرم و کرگی دوم نداشت، ما اصلا نمیخواستیم با شما بجنگیم. بعد شما فکر میکنید طرف شما رو ول میکنه؟ حالا نماینده شما تو نیویورک رفته با ایلان ماسک مذاکره کرده، نمیدونی من راجع به چی مذاکره کردید، چه توافقی هم کردید که تمام این مسائل دومینووار از اونجا داره شروع میشه، از آتشبس لبنان بگیرید تا این بلایی که سر سوریه داره میاد و بلاهای بعدی که در عراق و بعد سر ما در ایران خواهد اومد، همه پیوست اون مذاکره کذایی در نیویورک بین نماینده دولت فعلی ما با ایلان ماسک بوده. شما فکر میکنید دست از سر شما برمی‌دارن؟ به والله قسم دست از سر ما بردارن. این معرکه وجودیه، شاید ما وجودی نبینیمش، شوخی بگیریمش. نه نتانیاهو شوخی میگیره و رها میکنه، نه اسرائیل رها خواهد کرد. تک تک شهروندان اسرائیل، تک تک اسرائیلی ها، از ارتشی هاشون تا شهروندان که الان لباس نظامی ندارن، ظاهرش غیر نظامی، همشون با تک تک سلولاشون به این جنگ و باور دارن و تا ته خط این ماجرا پشت نتانیاهو هستن. گول و فریب این اختلافات سیاسی داخلی و نمیدونم فلانی علیه نتانیاهو اینو گفت، آیزنکوت اونو گفت، بنی گانتس اینو گفت، گالانت، فریب اینا رو نخورید. اختلافات تو خودشونه، اما سر نابودی ایران هیچ اختلافی نیست. فقط اختلاف اونجاست که اون میگه تو باید سیلی رو محکم‌تر میزدی آقای نتانیاهو، سیلی رو محکم‌تر نزد. نتانیاهو میگه هیچ کدومتون اندازه من نمیتونستی سیلی رو محکم بزنی. من همینجا از تریبون جدال از برنامه شما آقای علیزاده دارم انذار میدم. این روندی که آقایون از لبنان شروع کردن الان به سوریه رسیده و بعد به عراق ادامه خواهد کرد و دومینووار به ما میرسه. سیاه‌ترین روزهای تاریخ بعد از انقلاب رو برای ما رقم خواهد زد اگر به خودمون نیاییم، اگر از این خواب غفلت بیدار نشیم، اگر از این تخدیری عجیب غریب بی‌نظیری که بعد از انقلاب تا الان بی‌نظیر، من تا حالا چنین تخدیر و انفعالی ندیده بودم، از این تخدیر و انفعال بیرون نیام، چنان
سرنوشت سیاهی برای ما رقم خواهند زد که برای تمام ملت‌های منطقه درس عبرت خواهد بود. حالا خیلی فکر می‌کنم من دارم سیاه‌نمایی می‌کنم، اغراق می‌کنم، بزرگنمایی نمی‌کنم. روزی خواهد رسید بلایی بر سر ما در تهران و در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک ایران بر ما خواهند آورد که آرزوی جنگ خواهیم کرد. آقای علیزاده، آرزوی جنگ خواهیم کرد. آرزو می‌کردیم کاش در یک جبهه مقابل رو در رو می‌جنگیدیم، اما با این فلاکت از درون متلاشی نمی‌شدیم. این چیزی که من میتونم خدمت شما از تریبون جدال به مردم عرض بکنم.